فمن عمل عملا لم يؤسس على هذين الأصلين فإن عمله يكون مردودا عليه. إذن حتى ولو أخل بواحد منهما. شیخ می‌فرماید که کسی کدام عمل نباشد و را انجام دهد که لم یؤسس، همون عملی انجام داده او در اساس این دو اصل نباشد، در اساس همین دو اصل نباشد، یعنی به اخلاص باشد، به متابعت از پیغمبر باشد، عملی چنین کس مردود است علیه او، یعنی غیر مقبول است، قبول نمی‌شود و مقابل او میباشد. گرچنده که اگرچه یکی از همین دو ویران هم شود، ولو اخل بواحد منهما، اگر کسی از همین دو اصل یکیشان ویران کند قبول نیست. فمن اخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عمله باطل لعدم المتابعه. دیده شخص میفرماید کسی برای الله اخلاص کند ولی پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نکند، البته عمل او باطل است برای خاطر پیروی از پیغمبر نکردنش، زیرا اینکه پیروی نکردی بدعت کردی. عملی به بدعت قبول نیست، گرچنده که در او چی باشد؟ اخلاص باشد، مانند صوفی ها، مانند دیگر فرقه های گمراه، شیعه عده حساب کردنگی لم تعده، حسابش نیست، اما قدر فرقه های گمراه هستند. و من تابع الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فقط ولم یخلص لله، کسی از پیغمبر علیه الصلاه و سلام پیروی کند ولی اخلاص الله نداشته باشد، اخلاص نکند، فإن عمله باطل ایضا، عمل او هم نیز باطل است. برای چی؟ لعدم الاخلاص، برای خاطر اخلاص نبودن، اخلاص نیست. هر عملی که اخلاص نباشد در او چی است؟ شرک است. شرک.